به نام خداوند جان و خرد. یکی از مشهورترین داستان‌های شاهنامه که ما توی ضرب المثل هامون هم ازش استفاده میکنیم 7 خوان هست که حالا در آزمون‌های مختلف هم میگیم که مثلا 7 خوان رستم رو رفتی، یا مثلا این کار 7 مرحله 7 خوان داره، و حتی مکان‌های مختلفی مثل مکانی در علمکو یک 7 خوان داره. خب این آزمون‌های پهلوانی که اینقدر معروف هست در بین مردم و این داستان که در فرهنگ عامه اینقدر معروف هست، ما ببینیم در کجا اتفاق افتاده. آیا در هند اتفاق افتاده یا در ایران؟ از نظر منشیزاده، دکتر منشیزاده و توپوگرافی شاهنامه این داستان در هند اتفاق افتاده. از نظر اون مازندران از مرز ایران و هند تا درون شبه قاره هند ادامه داره و اگر در شاهنامه دقت کنیم هر جا حکیم طوس خواسته از دریای خزر صحبت کنه از شهرهایی مثل آمل و ساری صحبت میکنه. منشیزاده معتقده که طبق اسناد 6 دیوی که در 7 خوان رستم نامشون اومده در حماسی هندی مهابهاراتا هم حضور دارن. علاوه بر این در هند کوهی به نام اسپروس هست، اسپروس، که منشیزاده اون رو کوه البرز شاهنامه میدونه و میگه که این کوه در بندهشت اسمش اومده و در این کتاب این کوه در شرق واقع شده. علاوه بر ماجراهای رستم ما بخوایم زندگی پدر رستم رو بررسی کنیم میبینیم که او با دختری ازدواج کرده به نام رودابه که پدر شاه کابل هست و اسمش مهاراج هست و تحریف شدهش میشه مهراب که ما میگیم مهراب دیگه، مهراب کابلی. و به علت این که در دوره ساسانی روابط بین ایران و هند خیلی حسنه شده بود، ساسانیان میان و هند رو از اون حالت مهگونه و مبهم آزادش میکنن که جایگاه دیوان بوده و اینقدر سخیف بوده و پایین بوده و به همین علت هم حکیم طوس مستقیم به هند اشاره نمیکنه و اسم مازندران رو میاره که یک مفهوم مبهم جغرافیایی داره در شاهنامه. یک منشأ دیگه‌ای که ما میتونیم بهش اشاره کنیم در شاهنامه و حماسه های الحاقی این هست که در شهریارنامه ما شاهی رو داریم به نام ارژنگ که در شاهنامه در 7 خوان ما ارژنگ دیو داریم، ولی در شاهنامه وقتی که با اسم ارژنگ مواجه میشیم ارژنگ دیو رو طوری توضیح میده حکیم طوس که انگار فرمانده سپاه هست و از همین مستندات ما میتونیم به این نتیجه برسیم که مازندران که جای آزمون‌های پهلوانان سیستان هست در هند واقع شده. خب بر طبق داستان‌هایی مثل شهریارنامه ما می‌بینیم که اسم‌هایی مثل مهراج، جیپال، ارژنگ، اروند، هیتال در این کتاب‌ها تکرار شده که اینها نام شاهان هند هست. پس مازندران شاهنامه در واقع در منطقه‌ای از هند واقع شده و اونجا هست که آزمون‌های پهلوانی پهلوانان سیستان اتفاق میفته. برای همین فکر میکنم که حالا اینکه بعضی از پژوهشگرها و مازندران رو در آفریقا میدونن، جاهای مختلف دیگه، خیلی درست به نظر نمیاد و
این استدلال‌های دکتر منشیزاده به حقیقت خیلی نزدیکتر هست و جای مازندران رو به نظر من درست هست زده. ارتباطات خیلی نزدیک خاندان سورن، مهران و خاندان‌هایی که در سیستان خیلی معروف بودن با منطقه هند و ساتراپ هایی که در هند وجود داشته میتونه این مدعا رو محکم‌تر کنه. به نظرم میاد که به همین گفته های من اکتفا نکنید و اگر قرار هست که چیز بیشتری بدونید مطالعاتتون رو در این زمینه بیشتر کنید. خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که بتونم باز هم با داستان‌هایی از شاهنامه و رمزگشایی‌هایی از شخصیت‌ها، جای‌ها، مکان‌ها و اتفاقات در کنار شما باشم.